توی سری الین فورس در پایان قسمت وار آف دی ورلد ساعت بن 10 توسط آزموس دستکاری میشه و طبق گفته خود بن کلی موجود جدید براش اضافه میشه. هرچند که ما بعد از اون کلا 2 تا موجود جدید دیدیم، حالا اگه نانومک هم حساب کنیم 3 تا. حالا در ادامه سریال توی یک سری از قسمت ها مثل این سکانس وقتی که میخواد به موجودی تبدیل بشه، ما یک سری هولوگرام جدید هم میبینیم مثل این یکی که خیلی شبیه هیت بلست یا حتی دیتو میتونه باشه. حالا توی قسمت بعدی ما یه نگاه دقیق تری به این هولوگرام داریم که مشخص میشه این هولوگرام هیت بلسته. توی سری دوم بن 10 ظاهر هیت بلست نسبت به سری کلاسیک تغییر کرده بود و حتی این موضوع توی پوسترهای این فصل هم مشخصه. ولی خب توی یکی دیگه از قسمت ها وقتی که بن داره موجودات فضایی که پیرز به خلأ چند بعدی فرستاده رو چک میکنه، ما اینجا میتونیم هیت بلست رو با ظاهر کلاسیک خودش ببینیم. به نظر این یه سوتی میتونه باشه. این ویدیو هم ببین تا برگات بریزه.